یعنی در این نقشی مخصوصی ملی و رنگی زیبا و طرزی زیبا و لباسی ملی دینی روحانی به نظر گرفته شدگی هست که الکی از آزمون و از همه چیزا از همه یاروی لازمی و درکاری و قرار شورای علما از همه اینا گذشتگی است. لباس با یک چند شرکت ها پیشنهاد کرده شد و در آخر شرکت سیخ دوزندگی سعیدیان همه دختنی همه لباس ها و دوشی خود گرفت و این زمان لباس خود امام خطیبان و سرخطیبان از شهر نایار و آمده رزمی روی خود رو اندازهای لباس رو پیشنهاد نموده ایستادن و دختن لباس رو علاقه سر شده است. در مسئله پرداختی لباس، پرداختی مبلغ لباس و اندازه مبلغ گفتنی هستیم که بین مرکز اسلامی و خود همین سیخ زندگی که نوبر کردیم سعیدیان این حال شرطنامه بسته شده ایستاده است و نرخ لباس طور معین شده است و بعد معین شدن کمیته و دوش گرفته است که 25% مبلغ رو پرداخت نماید و باقی مانده‌اش رو خود امام خطیبان یا مرکز اسلامی پرداخت می‌کنند.